ادا گورباگه در به گورباگه استوری را میرم مثل گورباگه را برو اندر روی دو دست را برو اندر اندر اون روز که مدرسه نرفتی بابات کجا زد تو سرش بابا زد مامانی کجا زد اینجا شما نگاه کنین پسر مدرسه نرفته مادرش زده با مادرش کار کرده میگیم بیا برو مادرت کمی آش بگیر بیار مادرت مریضه میگه نمیرم چرا من زده که مدرسه نرفتم کار میکنه پشت میکنه صورتش تر میکنه نگاه چی میگم مادرت مریضه بیا برو مادرت کمی آش بیار میگه نمیرم چرا من زده که مدرسه نه الان کار کرده میگم مادرت مریضه بیا برو مادرت کمی آش بیار برای مادر تاش نمیری خیر بیا برو برای زنت برای خانم تاش بیار شما نگاه کنین احترام زنش چقدر داره برای مادر تاش نوردی که کور بشی زیر ماشین بری میری برای زن تاش میاری برای زن چطوری آش میاره برای زنش اینجوری با قیافه میره آش میاره زن ذلیل باتا نگاه کو چی میگم شما یه کار میکنی زحمت میکشی تقدم میکنی تو که میمونی پولا رو میکنی تو برای چی کار میکنی زحمت میگی برای شکمم کار میکنم برای چی کار میکنی برای شکمت بشین اینجا شما که به خاطر شکمت کار میکنی زحمت میکشی به 10 تومانی برده برای خودت میگی 10 تومن کم نمیخوام 10 تومن نمیخوای 20 تومانی برده ببین 50 تومانی برده 20 تومن برده پس چقدر میدی کور بشی 1000 تومانی میخوای میگه 1000 تومن بالا سرم میذارم به خاطری که بیشتره نگاه این سنگ کجات بزنم تو سرت گفته این سنگ کجا بزنم تو سرت باشه من 3 مرتبه میشمارم همین سنگ میزنه تو سرت پرت میشی میافتی تکون نمیخوری چشمات هم میبندی همینجوری تو هستی این کفنته حاضری 1 2 3 سنگ داره بالا سرت میاد تا سنگ تو سر خود پرت میشی میافتی الان سنگ خورده تو سرش افتاده مرده شما نگاه کنی این پاهاشه این هم دستشه این هم دست دیگه شه حالا شما میگی زنده نگاه کنی این دستش خشک شده نمیتونه دستش رو بالا نگاه مرده دیگه دهنش هم بسته نگاه کنین چشماش هم بسته مرده دیگه سنگ تو سرش خورده این کفنشه حالا ما نگاه کنیم واقعا مرده زنده اصلا خشک شده 3 ساعت میشه مرده اگر زنده بلند میشه سر صندلیش میشینه باتا نگاه کن چی میگم بلند شو اینجوری رو صندلیت اینجا بشینم بلند شو رو صندلیت بشین نمیتونه بشینه مردش رو صندلیش میشینه گفتم بلند شو نگاه اینجوری رو صندلیت اینجا بشین نمیشینی من 3 مرتبه میشمارم بلند شدی نشد آقای دکتر میگه اینجا سوزنت بزنه گفتم بلند شو بلند نمیشی باشه بلند شو نگاه اینجوری بشین باتا میگم بلند شو اینجوری بشین میگم بلند شو نگاه اینجوری اینجا بشین